در فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفاره با افتخار 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و سال معرفت حقوقی در موضوع نقش کنستیتوسیا در تحکیم معرفت حقوقی شهروندان با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، مقامات حفظ حقوق، استادان و دانشجویان همایش علمی عملی برگزار گردید. سال معرفت حقوقی اعلان شدن سال 2024 مرحله نوی رشد جامعه محسوب می شود. برگزاری چنین همایش و صحبت‌ها و دیگر چاره‌بینی‌ها باشد در بلند برداشتن معرفت حقوقی اهل جامعه مساعدت می نماید. تأکید گردید که رشد با مرام سیاست حقوقی تاجیکستان صاحب استقلال با شرافت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عملی گردیده ایستاده است. برای استواری وحدت ملی در جامعه و دولت تحکیم وطن دوستی شهروندان همچنین ایجاد فضای قانون محور و رشد معرفت حقوقی ضرور است. محک اساسی معرفت حقوقی هر ملت و دولت صاحب استقلال را بی‌شبهه کنستیتوسیا تشکل می‌دهد که آن به عملی شوی حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند کفالت می‌دهد. سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 رویدادی مهم در تکمیل و استواری نظام حقوقی مملکت، تأمین ولایت قانون و شناخت مهمترین ارزش‌های تاریخی و تمدنی ملت بوده. اهل جامعه در برابر استقبال از این اقدام در معرفی، شناخت و ارجگذاری به کنستیتوسیا کارهای ماندگار را به انجام می‌رسانند. ضمناً گفته شد که سال معرفت حقوقی ما را وظیفه‌دار می‌نماید که بار دیگر از کتاب سرنوشت ملت در زمان نوین دولتداری سبق آموزیم و مهمترین رویدادهای آن را از قبیل عملی نمایی 4 هدف مهم دولتداری که باعث رهایی مملکت از بنبست کمونیکاسیونی، تأمین امنیت آذوقه‌واری، استقلال انرژتیکی گردیده در ادامه این عملهای بزرگ صنعتی کنانی با سرعت مملکت و به این وسیله از مملکت اگروصنعتی به صنعتی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان ادامه دارد قدر نماییم. برای رسیدن به هدفهای مهم به سیاست عاقلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و حکومت مملکت شکرگزار باشیم و صادقانه به خلق و وطن خدمت نماییم. در روند همایش برآمد کنندگان همچنین بابت پیشگیری از ظهورات نامطلوب، مبارزه علیه جنایتکاری، ترغیب و اجرای قانون‌های ملی، جلوگیری از زیاده‌روی در معرکه‌ها و دیگر مسائل روزمره اندیشه‌های خویش را بیان داشتند. صابر ایوبی، شهر اسفاره، اخبار.